بشینید دیر شد تخم سگا. من 100 دفعه به شما نگفتم که وقتی کلاساتون تمام میشه بیاین سوارشین؟ من دنبال شما نگردم. خفه شید مدیر اومد. سلام آقا حسین، این بچه‌ها رو من دیگه به شما سپردم. خیالتون راحت نمیشه بچهای خودمه. الو تخم سگ تو باز خواب موندی؟ سلام خانم احمدی، حال شما خوبه قربون؟ میام این بچه‌تون خواب مونده رو بفرستین بیاد پایین. اما چرا همش پارسا جلو میشینه؟ این باباش نمایشگاه ماشین داره. بابای تو چی داره؟ بابا منم رئیس بانکه. بیا بچه بیا تو جلو بشین قربونت برم. اما فدات بشه. بابا کدوم بانجه؟ آه شهرمی چه وضع رانندگیه؟ بچه‌ها شما چشاتون ببندید ما الان یا. سلام آقا حسین. سلام خانم جان. من خواهر پارسا هستم. پارسا رو به شما سپردم. پارسا رو چه ما دادن خانم؟ شما شماره‌تون بزنید. من هر چی تو تماس دوست پسر دارم. دوست پسرم آیا زودتر بگو دیگه. الو بچه ساکت باشین یه دقیقه بچه. الو آقای مدیر ساکت باشین بچه. نه خیالتون راحت بچه‌های خوبی ان. الان سعی سال میرسم نشون بچه. سلام، من پدر پارسا هستم. پارسا جان خواستم ببینم بابت کرایه من چقدر باید بهتون بدم. والله به من جان 20 دقیقه بدین کافیه.